تصنیف ماه غلام از اکبر شیدا. تصنیف در اصل یک فرم ایرانی به حساب میاد که به طور کلی به فرمی از آهنگسازی اطلاق میشه که درش شعر به کار رفته باشه و یک ضربی همراه با شعر. این فرم دو حالت داره، یا شعر و موسیقی از یک نفره، یعنی ملودی هم توسط شاعر ساخته شده، یا اینکه آهنگساز از شعر دیگری برای ساختن استفاده میکنه. و تصنیف معمولاً حال هوای عاشقانه، عرفانی، در بعضی حالتها میهنی و اجتماعی داره. یک سری از تصنیف هم هستن که حالت عامه پسندانه داره و ممکنه از شعرهای خیلی سطح پایین‌تر یا کوچه بازاری‌تر درشون استفاده شده باشه. اما واژه تصنیف به مفهوم افسانه سرایی هم معنی با بالاد هست که از تصنیف‌های انگلیسی و ایرلندی در اواخر قرن وسطا میتونیم ازشون نام ببریم تا قرن 19 در کل اروپا و بعدها در آمریکا و استرالیا و شمال آفریقا، که یک قالب منظوم یا شاعرانه و روایت گونه داره و در ادبیات جهان مرسوم هست. در قرن 18 در ایران این ساخت اشعار و تصانیف بزمی رایج میشه. در انتهای قرن 19 تصنیف در از قالبی برای اشعار و ترانه‌های عاشقانه عامه پسند میشه و در حال حاضر به هر نوع شعر و آهنگی که در فضای عاشقانه یا عرفانی باشه در موسیقی عامه پسند و راک میتونیم تصنیف بگیم. در ایران اکبر شیدا و عارف بعد از دوره احیا به نوعی پیشگامان صنعت تصنیف سازی در ایران هستند و بعدها امیر جاهد به اینها اضافه میشه. ژوکوفسکی که شرق‌شناس بسیار معروف روسی هست از تصنیف به عنوان یک نثر ساده ضربی یاد میکنه که برخلاف شعر که بیشتر مربوط به طبقه خاصه بوده، نزد عوام رایج بوده و از هجابندی بر اساس ملودی و آهنگ تبعیت میکرده و زیاد درگیر اوزان عروضی نمیشد. موسی هورنی و هانری ماسه از تصانیف ایران در دوران باستان یاد میکنن که به جای ساختار عروضی باز از سیستم هجابندی تبعیت میکرده. کریستیانسن هم در تاریخ پادشاهان کیانی این تصنیف ها رو نمونه ای از اولین شعرهای زبان پهلوی میدونه که در عهد سامانی این تصانیف بازخوانی میشدن به صورت سرودها و تصانیف مردمی. یحیی آریانپور نتیجه گیری میکنه که تصنیف کهن‌ترین شعر پارسی و از قدیم تا امروز این سلسله ارتباطی حفظ شده و پیوستگی سیر تصنیف سرایی در ایران در بین مردم رایج بود. حافظ و عبدالقادر مراغه‌ای نیز از تصنیف با عنوان قول و غزل یاد میکنند که این قول و غزل در دوره قاجار کار و عمل هم گفته میشد و تصنیف هایی که به صورت ضربی و به صورت بداهه ارائه میشد توسط یک خواننده یا یک زرنواز که تصنیف خون هم بوده. همچنین عبدالقادر مراغه‌ای به این کسانی که خوانندگانی که قول و غزل میخوندن متغزلان عجم میگه. بنابراین احساس میشه نام تصنیف یک نام جدید
برای این فرم آهنگسازی و موسیقی هست که در اصل بر اساس هجابندی شکل میگیره. برخی از قسمت‌های شعر یا مصرع‌ها تکرار میشه به صورت ترجیباً. از قدیمی ترین تصانیفی که بیشتر ازشون اطلاعات داریم، یکی برمیگرده به 60 سال قبل از شیدا، تصنیفی بوده در روایت خیانت به لطفعلی خان زند و به حکومت رسیدن آقا خان قاجار. یا در 33 سالگی شیدا تصنیفی رایج بوده در فارس که حاکم فارس که حاکم سختگیری بوده به نام فرهاد میرزا رو به تهران فرا میخونه و احضارش میکنه. همزمان با شیدا یا کمی قبل از اون تصنیفی هست به نام ای تیر غمت را دل عشاق نشانه، شعرش از خیالی بخارایی هست و در اون دوره بسیار رایج بوده. همچنین خسرو خوبان از عراقی یا بار فراق دوستان، شعرش از سعدی، چهره به چهره از قرةالعین، تمنای وصال از خیالی بخارایی و شیخ بهایی و همچنین تو مگر ماه نکورویانی که شاعرش تقریبا میشه گفت نامشخصه. قبل از دوره عارف و حتی کم قبل از شیدا تصنیف بسیار مردمی شده بود و خیلی شاید تنزل پیدا کرده بود. حتی عارف میگه که قبل از اینکه من اشعار میهنی بگم و تصنیف‌های میهنی بسازم، انقدر سیستم تصنیف در ایران کودکانه یا خیلی عامه پسند شده بود که حتی برای مثلا گربه شاه هم تصنیف ساخته بودن و میخوندن. یا یه سری تصنیف‌ها که توش از اشعاری استفاده شد که مثلا کلمات حجو درش به کار میرفت. سیستم تصنیف‌سرایی عارف سیستم خیلی جالبی هست، تجربه شعر و موسیقیش بسیار قابل توجهه. دو نگاه در بررسی آثار عارف وجود داره. این نگاه که معتقد شعر رو فدای موسیقی میکرد. نگاه دیگه میگه که چون شعر و موسیقی هر دو از عارف بوده، مطمئناً عارف تسلیط زیادی داشته و به عنوان یک سبک این تلفیق شعر و موسیقیش رو میشناسن و جاهایی که به نظر میرسه شعر فدای موسیقی شده، این رو از خلاقیت‌های عارف میدونن. ژوکوفسکی همچنین از تصنیفی یاد میکنه به نام سولیجان با ترجیبند در خم زلفت دل شیدا شکست که در اصفهان رایج بوده و این تصنیف حالت عاشقانه داشته و البته گریزی هم بر اتفاقات تاریخی که نشون دهنده این هست که تقریبا شیدا در 40 سالگی در بین مردم کاملا شناخته شده بوده و تصانیفش خونده می شده و در دل مردم و ذهن مردم وجود داشت. شعر تصنیف ماه غلام بر اساس یکی از غزلیات فروغی بسطامی شکل میگیره. این تصنیف به عنوان تصنیف راجع هم شناخته میشه. در قسمت بیات راجع اصفهان هست که اگر اصفهان صلح رو در نظر بگیریم، روی لا وقتی حرکت میکنیم و شاهدمون لا قرار میدیم، گوشه بیات راجع به وجود میاد. کوکمون دو سل ره، میگیم دو سی لا سی ره دو سیل سل لا. اینجا ره دو رو میتونیم حالت کنیکاری هم بهش البته بدیم. ره دو سیل سل لا سی ره دو سیل سل لا سی دو سی لا سی لا ره لا سی ره دو. یکی حرکت میکنیم. سی میاد انگشت سوم سیل سل لا سی دو سی لا سی لا سل. انگشت دوم میاد رو ره میره دو ره دو سی دو سی لا سی ره دو. ترجیباً سیل سل لا سی دو سی لا سی لا ره لا سی ره دو سیل سل لا سی دو سی لا سی لا سل ره
باشه راست دوست لا دو سی سول لا سی دو 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 لا سی دو 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 ره دو سی دو سی لا لا سی ره دو سی سول لا سی سی دو سی لا سی لا ره لا سی ره دو سی سول لا سی سی دو سی لا سی لا سول. این تصنیف رو با سرعت 90 اجرا می‌کنم. ماه غلام رخ زیبای تو، ماه غلام رخ زیبای تو، سر کمر بسته بالای تو ای حبیبم، سر کمر بسته بالای تو ای حبیبم. مجمع دلهای پریشان جان ای حبیب ای طبیبم، مجمع دلهای پریشان جان ای حبیب ای طبیبم. چین سر زلف جلیقای تو ای طبیبم، چین سر زلف جلیقای تو ای عزیزم. از همه بهتر لعل تو شکر ای مه انور بند مکرر، طبیب من بند مکرر، جانم جانم بند مکرر، لب و دندان توست ای حبیبم، بند مکرر، لب و دندان توست ای حبیبم، بند مکرر، لب و دندان توست ای حبیبم. این قطعه مناسبی برای تمرین هم هست، میتونیم تا سرعت 165 بالا ببریم.